سلام بیننده عزیز، خبرهای تاجیکستان و جهان را من مومین احمدی با همکارانم در دوشنبه و پراگ تقدیم میکنم. امروز 9 مارس است. فشرده گزارش‌های امروز: دلایل امنیتی یا چیزی دیگر در تاجیکستان به شما در دکان‌های مصالح ساختمانی میخ نمی‌فروشند. بعضی وقت می‌فرستند بیار سمریز یا اینکه میخ بعد شناسنامه می‌فرستند فروشنده. پس از 2 روز اعتراض ساکنان در گرجستان، طرح قانونی بحث برانگیز را از پارلمان بازپس گرفتند و از بررسیش دست کشیدند. سابقه‌دار جنگ شوروی در افغانستان 28 سال باز در وگان زندگی می‌کند. محتاج کمک مقامات و خیرخواهان شده است. 25 کیلو اردی بوگینی مونده. بو امر میگم که خیر همه خیلی دادم، میگه شکرانک نمیرم بخره نمیرن. ساکنان در تاجیکستان مثل قبل به آسانی نمیتوانند میخ و دیگر مصالح ساختمانی بخرند. در بعضی مغازه‌ها اکنون میخ را بدون شناسنامه نمیفروشند. مقامات در این باره چیزی نمیگویند، اما بعضی از فروشنده‌ها هشدار گرفتند که در صورت بدون شناسنامه فروختن میخ جزا خواهند گرفت. چرا؟ ادامه موضوع در گزارش مولا رجب یوسفی و شهلای عبدالله. بعضی وقت میفرستند بیار سمریز یا اینکه میخ بعد شناسنامه می‌فرستند فروشنده. محمود خان ایشانخان فرزند استا است. پدر او در شهر استرافشان خانه‌های مردم را می‌سازد. محمود خان همچون یاردمچی پدر زود برای گرفتن مصالح ساختمانی به مغازه می‌رود. میگوید پیشتر فروش مصالح ساختمانی از جمله میخ در مغازه ها آزاد بود، ولی اکنون محمود خان وقتی آمدن به مغازه مصالح ساختمانی شناسنامه میگیرد. برای چی گفته پرسیدیم، گفتند خیر ما نمیتونیم، از وزارت گفتن که همین خیلی شود. نام نویس میکنند کی نام و فامیل سری پاسپورت رو نوشته میگیرند. ترتیب فروش بعضی انواع محصولات ساختمانی با شناسنامه بار اول سال 2017 جاری شده بود، اما به گفته بعضی فروشنده ها تا ماه ینور امسال آن چندان جدی گرفتن نمیشد. مشاهده ما در چند مغازه فروش مصالح ساختمانی در ناحیه رودکی نشان داد که فروش میخ پیشدار و یا سمریز بدون شناسنامه منع شده است. هیچ یک از فروشنده ها حاضر نشدند که در نزد دوربین صحبت کنند. آنها در صحبت های بدون ثبت گفتند که این طلبات قبلا نیز بود، ولی بعد از سال نو یعنی بعد از ماه ینور آن جدی تر گرفته شده است. یکی از فروشنده ها گفت ناظران منطقوی هر مدت آنها را نظارت میکنند تا ببینند که آنها میخ و یا میخ پیشدار را بدون شناسنامه فروختند و یا در اساس شناسنامه. به گفته این فروشنده آنها از هر نفر شناسنامه‌اش را طلب کرده میگیرند و در دفتر سراغه نامناسب و چند کیلو میخ و یا میخ پیشدار خریدن او را قید میکنند. اکنون ناظران منطقوی به فروشندگان مصالح ساختمانی هشدار دادند که در صورت بدون شناسنامه فروختن میخ آنها جریمه هنگفت و یا حتی حبس مأموری خواهند شد. مقامات نه سال 2017 و نه حاضر مسئله را رسما شرح نمیدهند. یک مقام وزارت کارهای داخلی چند سال پیش به رادیوی آزادی گفته بود تصمیم با هدف پیشگیری از وقوع حادثه‌های تروریستی در کشور گرفته شده است. فروشنده های همصحبت ما هم گفتند با آنها گفتند از میخ امکان دارد بمب ساخته شود. ترتیب فروش مصالح ساختمانی با شناسنامه اساساً در منطقه ها جدی گرفته شده است. در مغازه های فروش مصالح ساختمانی در دوشنبه چنین چیزی مشاهده نمی شود. چند سال پیش در برابر میخ اینچنین خریداران گاز مائع، کیسلاراد و کربیت را هم نامنویس می‌کردند. نهادهای قدرتی تاجیکستان همساله از پیشگیری عملهای تروریستی در کشور خبر می‌دهند، هرچند شبهه و گمان‌ها به حرف‌های مقامات کم نیست. مولا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه. بعد 2 روز تظاهرات خشونت‌آمیز در تفلیس پایتخت گرجستان، نمایندگان 2 حزب در پارلمان طرح قانونی بحث برانگیز درباره مأمور خارجی را بازپس گرفتند. مؤلفان طرح قانون از حزب حاکم رویای گرجی و جناح نیروی مردم گفتند که طرح را به بررسی در پارلمان نمیگذارند. روزهای 7 و 8 مارس هزاران نفر در تفلیس پایتخت گرجستان بر ضد این قانون اعتراض کردند. بیش از 60 اعتراضگر بازداشت شد و مقامات گفتند زیاده از 50 کارمند پلیس در بی‌نظمی‌ها مجروح شدند. وکیلانی که طرح قانون را پس گرفتند در بیانیه گفتند
قانونی که در جامعه اختلاف برمیانگیزد لازم نیست. تظاهرگران طرح قانون را یک نوع پیاده کردن سیاست روسیه در گرجستان نامیده بودند. و موضوع دیگر، خانه آزادی، یک سازمان معتبر حامی حقوق، روز 9 مارس با نشر گزارشی نو با نام آزادی ها در جهان تاجیکستان را از جمله کشورهای ناآزاد نام برد. سازمان مذکور با نظرداشت وضع سیاسی رعایت حقوق انسان به کشورهای جهان چنین بها می‌دهد. همکارم خیرامان بقازاده با یکی از مؤلفان گزارش کاترین گرات صحبت کرد و اول از او سبب‌های ناآزاد نامدن تاجیکستان را پرسید. در سراسر آسیای مرکزی و از جمله در تاجیکستان آزادی‌های سیاسی جداً آسیب دیدند. در گزارش سال 2023 ما که تاجیکستان را در قطار کشورهای ناآزاد جای کرده است، سال 2022 این یکی از کشورهای سرکوبگر باقی مانده است. در رده‌بندی آزادی‌ها این کشور از 100 خال همانگی 7 خال گرفته است. این نشاندادها با سبب محدودیت‌های جاری کرده حکومت نسبت سازمان‌های مدنی، حامیان حقوق و ژورنالیستان پایین رفتند. در این سال حالتهای جاری کردن محدودیت به کار سازمانهای بشری، بازداشت‌های خودسرانه ژورنالیستان و هم حامیان حقوق مشاهده شد. حمله‌ها به سازمانهای غیر دولتی و فعالان جداً مایه نگرانی میباشند و این تلاش دیگری حکومت برای خفه کردن آزادی بیان و تجمع‌های آزاد در این کشور است. سوال دیگر از تحلیلگر خانه آزادی این بود که تا کجا جنگ روسیه می تواند به وضع حقوق انسان در تاجیکستان هم تأثیر گذارد؟ تحولات عظیم سال 2022 تجاوز روسیه به خاک اوکراین بود. این حمله مدهش به استقلالیت و تمامیت ارضی اوکراین باعث خیلی پایین رفتن نشاندادهای آزادی ها در اوکراین هم شد، ولی رمزی است که تاثیر این عملهای روسیه نه تنها به اروپای شرقی بلکه به سرحدهای جنوبی در آسیای مرکزی هم رسید. البته این منطقه مکان کشورهای ناآزاد است که دوام 10 سال اخیر این مقام را نگه می‌دارند. سیاست خودکامه روسیه به بسیار کشورها و ساحه‌ها در آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان تاثیر کرد و این چیز مایه نگرانی است. کاترین گرات تحلیلگر سازمان بین المللی خانه آزادی در واشنگتن بود که درباره وضع حقوق بشر در تاجیکستان و آسیای مرکزی صحبت کرد. و رو می‌آوریم به اوکراین. ساکنان نیویورک، یک شهر در دونباس اوکراین که در پی حمله‌های روسیه خراب شده است، زندگی سختی دارند. این شهر پیشتر نووگورود نام داشت، ولی 2 سال پیش ساکنان برای جلب توجه آن را نیویورک نام گذاشتند. آن زمان روسیه به اوکراین حمله نکرده بود، ولی جدای طلبان رو به روسیه در دونباس جنگ می‌کردند. شهلای گلخوجه در این باره گزارش تهیه کرده است. از بالای این شهر خردکک در شرق اوکراین که نامی غیر عادی دارد، پیوسته موشک‌ها پرواز می‌کنند. نیویورک در قلب دونباس جایگیر است و 2 سال پیش نام روسی نووگورود را داشت. همه چیز در تابستان سال 2021 تغییر کرد، زمانی که ساکنان نووگورودسک برای جلب کمک و پول از غرب نام اصلی آن را که پیش از شوروی گذاشته شده بود به نیویورک عوض نمودند. آن وقت ما درباره سرمایه گذاری و آمدن سیاحان به اینجا فکر می کردیم، اما هیچ چیز روی نداد جز آن که جنگ سر شد. آثارخانه را ساخته و تعمیر کردند، ولی آن حالا خراب است. سیاحان هیچگاه نآمدند. نیویورک به ما کاملا چیزی نداده است. نیکولایونا یکی از 2000 نفر است که در نیویورک ماندند. زمان شوروی این شهر معمولی صنعتی بود که در آن کارخانه زود رشد یابنده کیمیاوی عمل میکرد. اما بعد از سقوط شوروی کار باز هم پیچیده تر شد. برای بسیاری ها در اینجا جنگ فاجعه دیگری 10 ساله های اخیر است. امیدواری های ما که چیزی به سوی بهتر تغییر می کند 30 سال پیش از بین رفت. تقریبا 30 سال پیش امید برباد رفت. این نام برای ما اهمیت ندارد. یوری با 3 فرزند و همسرش گالینا در انباری که برای ذخیره کارتوشکا پیش بینی شده زندگی می کند. آنها بعد از آن که 2 ماه پیش در حولیشان بمب افتاد و در و تیرزه و قسمی از بام خانه‌شان را ویران کرد، به این انبار کوچیدند. برعکس شوهرش گالینا امیدوار بود که عوض کردن نام سرنوشت آنها را تغییر می دهد.
агар сулҳу оромӣ мебуд шояд чизе иваз мешуд, аммо ҳоло кӣ дар ин бора фикр мекунад? ба гуфтаи Галина, бомбаҳо як ҷузъи аз зиндагии онҳо шуданд ва Нью-Йорки украинӣ шаҳрест ки ҳеҷ гоҳ хоб намекунад. Дар канори дигари шаҳр Николаевнаро садои таркиш як қат паронд. ӯ кӯшиш мекунад ки бо дору аз бехобӣ халос шавад. ҳарчанд доруи хоб мехӯред, аммо вақте шабонгаҳ тирпаронӣ шурӯъ мешавад, чизе дигар кӯмак намекунад. Николаевна замонеро орзу мекунад ки дар марзи байни Русия ва Украина танҳо як хати бюрократӣ буд. мисли бисёре аз сокинони Нью-Йорк аз Донецк, вай танҳо мехоҳад ба замони шӯравӣ баргардад. ӯ мегӯяд номи шаҳр ҳеҷ гоҳ муҳим набудааст. یک سابقه‌دار جنگ شوروی در افغانستان با خانواده‌اش در شرایط سخت زندگی می‌کند و می‌گوید اگر کمک افراد خیرخواه نمی‌شد از سردی نابود می‌شدند. واگانی که 3 اتاق خورد دارد، 28 سال باز مکان زیست قوت زویروف و همسر و فرزندانش است. محمود جان رحمتزاده در خانه چوبینی قوت زویروف مهمان شد. این 3 در برای خانوادگان بهترین تحفه عیدانه در روز مادر و بانوان شد. آنها را هم نه مردی خاندان بلکه افرادی دست به خیر آورده نصب کردند. تا این وقت خانوادگان در او تیریزه نداشت. حالا مادر و دختر آینه های دری نو را تازه میکنند. آرزو میکنند که سال آینده هدیه نوبتی به آنها خانه حقیقی و خوبی باشد. آرزویی که چند عید میشود و عملی نمیگردد. تر نبود پرده بود لطه اینا تریزور بینن تریزور کلیون که هن گفتی گپو که خیلی مورا نمی هشت مرده نمیشه پدر که کن مودا توفای بهترینه نیکی مو هم گفتی گپو که مودا دم انتظاری از خونه خانوادگان را قوت زویروف مردی خاندان سال 1994 به دهه تبلای آورده است. او پیشتر در شهر کلاب زندگی میکرد. قوت زویروف با فرزندانش در این خانوادگان زندگی میکند. اول ما در شهر بودیم، در اداره بودیم، همونجا چی میکنه شرایط وضعی بود. سه در یک خونه خیلی کوچک گرگرنده 3 کلین سوز نمیگرفت. ما همونجا بعد گفتیم که خیلی ما جدا میشیم، هم اومدیم. ده‌ها مدال و افتخارنامه برای کارهای نمونویش دارد. در بحث‌های مرزی با قرقیزستان همراهی همسفانش دعوت شده است. در شهرداری گفتند که به چنین افراد کمک کرده اند. از حساب مبلغ‌های بودجه محلی و اینچنین سهمی سوی پورم بعد مراجعتشون برای 15 نفر کمک‌های مالیوی رسانیده شد. اما قوت زویروف برعکس توصیف‌های شهردار از تحفه گرفته‌اش انتقاد کرد. با گفته زویروف 25 کیلو آرد که به آنها داده اند قابل استفاده نبود. از نرسیدن کمک‌ها و وعده‌های خالی برای ساختمان خانه‌اش تا پرزیدنت نامه نوشته است. 25 کیلو آرد بوگینی مونده. با امروز میگم که خیر همه خیلی دادم، میگه شکرانه کنیم بخیر نمیرن. در پی نامه‌های بیشمار زویروف حکومت ناحیه مومن‌آباد به او کمک کرد. خود زویروف قائل است که برای ساختمان 25 خلطه ساروج یا سمنت گرفت. در حکومت مومن‌آباد گفتند که آنها راه‌هایی را جستجو دارند تا در ساختمان خانه او کمک کنند. تشکر که ما را همراهی نمودید. خبرهای نو و تازه را شما در وبسایت آزادی آرگ و صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک و تلگرام، تیک تاک و اینستاگرام و توییتر و ادناکلاسنی که هر لحظه میتوانید پیدا کنید. حتما با سامانه رادیو آزادی و صفحه ما در یوتیوب سر زنید. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.